در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه از 4 ایونی سال 2024 تحت رقم 362 درباره پورا به نظام برقی گذاشتن واسطه‌های نقلیاتی اتومبیلی تاکسی جمعیت‌هایی که به خدمت‌رسانی نقلیاتی کیروی مشغولند موظف گردیدند که در دایره کوتاهای مقرر گردیده برای به نظام نقلیاتی برقی گذاشتن تا 1 سپتامبر سال 2025 چاره‌اندیشی نمایند. شرح موضوع در سوژه نوبتی برنامه. قرار رئیس شهر دوشنبه از 4 ایونی سال 2024 تحت رقم 362 درباره پورا به نظام برقی گذاشتن واسطه‌های نقلیاتی اتومبیلی تاکسی با مقصد تامین اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 31 اکتبر سال 2022 تحت رقم 532 درباره برنامه رشد نقلیاتی برقی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 و تطبیق لایحه شهری سبز به تصویب رسید. همکنون در زمینه اجرایش قرار مذکور جمعیت‌هایی که در حدود شهر دوشنبه به خدمت‌رسانی مسافربری کیروی مشغولند موظف گردیدند که تا 1 سپتامبر سال 2025 جهت پورا به نظام نقلیاتی برقی گذاشتن چاره‌اندیشی نمایند، آن هم در دایره کوتاهای مقرر گردیده. از مؤسسه دولتی کمونالی دوشنبه نقلیات خدمات رسان به ما اطلاع دادند که کوتای مقرر گردیده در شهر دوشنبه 4350 عدد الکترومبیل را در بر میگیرد. تا امروز طلبات قراری رئیس شهر دوشنبه درباره پورا به نظام برقی گذاشتن واسطه‌های نقلیاتی اتومبیلی تاکسی نزدیک به 60% اجرا شده است. تا سال 11 ایونی سال 2024 در حدود شهر دوشنبه 2451 عدد الکترومبیل رسما به فعالیت مسافربری کیروی جلب گردیده است. در روند تطبیق کنسپسیون گذاشتن به نقلیات برقی در شهر دوشنبه با مقصد تشکیل شرایط مساعد برای استفاده بری الکترومبیل ها و بنیاد اینفراساختاری آن دوام یک سال اخیر در ناحیه‌های پایتخت نقطه‌های ضریر‌دهی الکترومبیل ها ساخته مورد استفاده بری قرار گرفت که این تدبیر برای خدمت‌رسانی به ممانعت الکترومبیل ها در پایتخت شرایط مساعد را فراهم آورد. با درک برتریت خدمت‌رسانی کارخانه و شرکت‌های تاکسی کوشش دارند پارک نقلیاتی خود را هرچی زودتر و هرچی بیشتر با واردات الکترومبیل ها نو کنند. در رابطه با سپارش مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با مقصد تامین بخطری رانندگان و مسافران عین زمان در داخل تاکسی ها کامراهای مشاهدوی نصب کرده ایستادند که این روند با بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی زمینه می‌گذارد. مسئله نصب تجهیزات ثبت صدا و تصویر در داخل تاکسی گذاشتن به نقلیات برقی و بهتر کردن سطح خدمت‌رسانی در نقلیات استفاده عموم در همه واخوری و صحبت و ملاقات معاون رئیس شهر دوشنبه سرپرست ساحه نقلیات و راهبران دیگر ساختارهای نقلیاتی با رانندگان تاکید می‌شود.